با ادامه برنامه خوش آمدین و بیننده بخش نبض سلامتی برنامه بودین. حالا بخش توانایی است و خوشبختانه که کشور ما جوانان بسیار با استعداد و توانا و با خلاقیت ها و با ویژگی های منحصر به فرد خود دارند که دختر خانم ها هم در این بخش بسیار فعال هستند و امروز هم هدیه جان انوری یکی از محصلین با ما در برنامه هستند و هدیه جان یکی از اپلیکیشن ها را درست کردن و امروز در رابطه با اپلیکیشنشان که نامش چی است، چه محتوا داره، چطور جور کردن، بیشتر صحبت ها را همراه هدیه جان می داشته باشیم. هدیه جان خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر و همچنان کسایی که ما را از اسکرین های تلویزیونی خود میبینن. امیدوار هستم که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشن. هدیه انوری هستم، کارمند اپلیکیشن دکتریاب در افغانستان. بسیار خوب، بسیار خوب. هدیه جان بسیار خوشحال هستیم که در برنامه خودت با خود داریم و واقعا که یک کار متفاوت است و یک کار جدید است که دختر خانم ها انجام میتن و خودت البته کارمندی اپلیکیشن هستی. خوب است یک کمک که درباره خود معلومات بدی و باز بیم بالای اپلیکیشنت. خب خود من محصل طب معالجوی هستم در ولایت بلخ و همچنان استاد در یک از مکاتب شخصی افق دانش و همچنان یک تجارت آنلاین هم پیش میبرم. چقدر خوب، چقدر دختر خانم فعال، نام خدا. انشالله که همیشه موفق باشی هدیه جان. میایم روی اپلیکیشنت، اپلیکیشن دکتریاب. چه انگیزه باعث شد که با همکارانتون اپلیکیشن بسازن؟ خب اپلیکیشن دکتریاب هدف اصلی اپلیکیشن ما این است که ما صحت کشور خود را رشد بدیم. مثلا در این اپلیکیشن دکتر صاحبای ما تمامشان راجستر هستند. تقریبا 3000 دکتر تا فعلا ما در این اپلیکیشن ثبت داریم. 1000 دواخانه ثبت داریم، 500 دانه شفاخانه و 200 دانه لابراتوار و تقریبا 2 سال میشه که ما روی اپلیکیشن کار میکنیم و هدف ما این است که 34 ولایت افغانستان دکترای شب خیر زیر یک چتر بریم و در این اپلیکیشن ثبت کنیم و از بیننده های ما تقاضای ما این است که این اپلیکیشن در تلفن‌هایشان دانلود کنن و دکتر صاحبای ما در ولایت دیگر هستن خود ثبت این اپلیکیشن بسازن. واقعا یک کار بسیار خوب و یک کار بسیار جالب است، یک سهولت بسیار بزرگ است به مردم که اشخاصی که اضطراری نیاز پیدا میکنن و یا هم نمیفهمن که پیش کدام دکتر در کدام بخش برن میتونن که از این اپلیکیشن استفاده بکنن که بعضی از بروشرهای این اپلیکیشن اینجا هست. هدیه جان میشه که درباره‌اش معلومات بدی در رابطه با این تصویر؟ خب این بروشر ما میگیم از طریق اپ استور پلی استور گوشیان میتونن این اپلیکیشن در تلفن‌های خود نصب کنن مردم. بسیار خوب. همیشه که در اندروید این اپلیکیشن شما دانلود بکنین و هم در iOS. بله، این خدمات مشورت صحی ما به طور رایگان است. در این اپلیکیشن ما 7 ویژگی داریم یا 7 بخش داره که بخش دکترها هستند، بخش شفاخانه، بخش دواخانه، بخش لابراتوار، بخش خدمات مشورت ما به طور رایگان، بلاک صحت داریم و همچنین اهدای خون که برنامه‌های بعدی ما که کار داریم. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی مردم در هر زمانی که میخواین میتونن به تماس شون و مشوره رایگان بگیرن. بله. بسیار خوب. حتما داخلی اپلیکیشن نمبرهای هر دکتر است که میتونن به تماس شون. در این اپلیکیشن ما دکترایی که ما ثبت اپلیکیشن میسازیم میتونن که پروفایل دکتر ببینن، در مورد دکتر، در بیوگرافی دکتر تمام چیزا ما نوشته میکنیم در مورد دکتر که دکتری چی هستن، مثلا جراح، ارتوپدی یا هر بخش و همچنین میتونن آنلاین از پیش دکتر ما وقت معاینه بگیرن. ما اپلیکیشن سهولتایی داره که از طریق گوگل مپ میتونن مستقیم مریض پیش معاینه خانه دکتر مثلا برای آدرسش نشان میده برشان و همچنین درباره دکتر معلومات که چقدر تجربه کاری داره دکتر ما، چقدر یعنی چقدر تجربه کاری دارن و چند سال است که در کدام بخشا کار میکنن، یعنی معلومات در موردشان هستن. هیچ سوال را شما برای کسی که مریض است، برای کسی که میخواد بره پیش دکتر نمیمونین. تمام سوالات حل است و این بخش اپلیکیشن میشه که بر ما توضیح بدی. خب این اسکرین خود برنامه ما هست که میبینید تمام بخشش جدا است. بخش شفاخانه، لابراتوار و دواخانه که تمامشان جدا میباشه و در این بخش ما دیگه بخش
بخش دیگه ما هست مثلا اهدای خونه که ما مثال داده و همچنین ما میتونیم بگیم بعضی کسایی هستن که بعضی دکتر صاحبای داریم در افغانستان که واقعا تجربهشان خیلی عالی است ولی که مردم نمیشناسنشان. از طریق اپلیکیشن زمانی که ما ثبت کنیم مردم میتونن خیلی به راحتی دکتر صاحب ما را پیدا کنن. یعنی میتونه یک پل ارتباطی بین مریض باشه و بین دکتر باشه. و همچنین خدمات ما بعضی هستن که خارج از کشور میان به خاطر تداوی ولی وقتی که ما دکتر صاحب ما را ثبت اپلیکیشن بسازیم ما میتونه کسی که در ولایت بلخ باشه، در ولایت کابل باشه، هر ولایت باشه، دکتر که در ولایت دیگه موجود است، یعنی دکتر اعلی داره ما دکتر برتر داره، میتونه از طریق اپلیکیشن وقت معاینه بگیره از پیشون بدون از کدام مصارف گزاف پرداخت کنه و خارج از کشور به خاطر تداوی بره، میتونه که پیش دکتر ما داخل افغانستان رفع مشکل بسازه. دقیقاً. واقعا یک زمانی که بر ما یک مشکل ایجاد میشه معمولا میپرسیم از دیگران که چطور میتونیم یک دکتر خوب به این مرض ما پیدا بکنیم، ولی حالا نیاز نیست شما از کسی بپرسین یا هم جستجو کنن، خودتون میتونن با استفاده از این اپلیکیشن که اینجا همین بروشور که است تمام بخش‌هایی که داره، چشم است، ارتوپدی، امراض جلدی، یعنی هر کدومتون نظر به مرضتون میتونن روی همون بخش کلیک بکنن و در هر بخش دکترهای منحصر به فرد خودش است و دکترهای متخصص خودش است. این بخش اپلیکیشن هدیه جان و هی طریقی است که زمانی که ما از طریق گوگل مپ یا از طریق اپ استور پلی استور گوشی ما اپلیکیشن دانلود میکنیم، این مرحله را طی میکنیم تا کسی که اپلیکیشن استفاده میکنه بتونه در گوشی خود انستال یا نصب بسازه این اپلیکیشن. یعنی دانه دانه هر کدامش تشریح شده که انتخاب زبان است، شماره تماس است و بعد از او که یک کد امنیتی میایه او است، بعد از او هم انتخاب شهر است، چقدر عالی، بعد از او بخش، بعد از او دکتر و تاریخ و تا که شما میرین به مرحله نهاییتون و تا که میرین شما وقت مشاوره میگیرین و میرین پیش دکتر که واقعا عالی است. تو یک کار بسیار متفاوت و سهولت است که هر روز ما میگیم که علم که پیشرفت میکنه، هر روزی که میگذره فناوری بیشتر میشه و خوشبختانه که در کشور ما هم ما در این بخش ها پیشرفت هایی داریم. هدیه جان چقدر وقت گرفت که شما این اپلیکیشن کلا جور بکنن و کارش به اتمام برسونن؟ خب تقریبا از شروع فعالیت ما 2 سال میشه. این اپلیکیشن یک شخص به نام نبی حسن زاده خودشان در استانبول هستن، دکترا هم دارن. این اپلیکیشن خودشان ساختن و فارغ التحصیل کامپیوتر ساینس هستن و ما کارمنداش هستیم. تقریبا 10 نفر تیم کاری داریم و بخش مدیریت ما را پیام حبیب زاده صاحب پیش میبرن و ما کلا کسایی که در تیم کار میکنیم، در ساحه کار میکنیم، دختران میباشیم و ما دکتر ثبت یا اپلیکیشن میسازیم در دکتریاب و تقاضای ما از بیننده های ما است که اپلیکیشن دانلود کنن و همچنین از ساعت ما را حمایت کنن، چون کسی که می یک خلاقیت به خرج میده، کسی که یک چیزی را میخواد یک چیز نوآوری کنه، بیاین امروز ما همکار باشیم تا ما بتونیم که سیستم ساعت خود در کشور پیشرفت بدیم. دقیقاً. و شما گفتن که کارمندش هستین، چطور پیدا میکنن هدیه جانی دکترها را؟ آیا پیدا کردنش آسان است؟ مواد که نیاز است به این اپلیکیشن واقعا مواد بسیار زیاد است و یک مسئولیت بسیار کلان است که همه چیز شما باید بسیار دقیق بگنجانید. خب اپلیکیشن ما شخصا خودم که کارمند اپلیکیشن هستم، دکتر صاحبای ما تک به تک در معاینه خانه‌شان یا شفاخانه‌ای که کار میکنن پیش دکتر صاحبا میرفتم، در مورد اپلیکیشن تمام جزئیات برشان میدادم و ثبت اپلیکیشن میساختم و تمام جزئیات معلومات کارشان از پیششان میگرفتم و ثبت اپلیکیشن میساختم. بعدش ما را ثبت اپلیکیشن میساختیم و همچنان ما واقعا خودم بسیار دکتر صاحبای بودن که از ما استقبال کردن در اپلیکیشن، ولی بعضی دکتر صاحبای بودن اونقدر آگاهی دربارش نداشتن، یعنی فیدبک منفی هم داشتیم، فیدبک مثبت هم داشتیم. این بعضیایی که مثلا میگفتن که ما خوبتر میتونیم یعنی از طریق از این مریض آنلاین پیدا کنیم، رشد یعنی ساعت ما رشد میکنه، این امر ما همکار بودن. ولی بعضی دکتر صاحبای ما میگفتن که ما چی کنیم میره نصب کرده در گوشی ما، خود یعنی از ما همراهی نمیکردن. ولی امروز ما از طریق پرده تلویزیون میخوایم با دکتر صاحبای ما بگوییم که اگر خود شما دکتر هستین، اگر شما امروز ما همکار نباشین، پس مردم چگونه امروز ما همکار میباشن؟ یک مقوله هم هدیه جان هم ما داریم، میگن که در راستای رسیدن به موفقیت همه را نمیتونی از خود راضی نگه داری و زمانی که موفق میشن بوزو زمان است که من مطمئن هستم کسایی که رد کردن شاید خودشان دوباره پیشنهاد بدن و واقعا برای خود دکتر صاحب ها هم خیلی خوب است که مردم بیشتر امروزشان آشنایی حاصل میکنن و برای خودشان هم خوب است، مریضایشان بیشتر میشه و به درآمد مالی خودشان هم واقعا که خیلی خوب است و ما امیدوار هستم که دکتر صاحب های ما هم
در کنار تمام هموطنان ما حمایت بکنن از شما، چون نقش اصلی را اینجا اونا بازی میکنن و باید که حمایت بکنن. هدیه جان، چقدر تا حالا موفق شدن در ساختن این اپلیکیشن؟ چقدر کاربر داره این اپلیکیشن در حال حاضر؟ خب در اول هم گفتم که تقریبا ما 3000 دکتر در اپلیکیشن فعلا ثبت داریم که 1000 دانه دواخانه، 500 دانه شفاخانه و 200 لابراتوار می باشه که ثبت. و همچنین بخش دیگه ما بنام بلاک صحت داریم که در بلاک صحت ما امروزه ما معلومات صحی را ارائه میکنیم بر کسایی که میخواهند که برای مریضای مثل زکام باشه، مریضایی که دوامدار نباشه، بخواد مشوره بخواد که از بلاک صحت استفاده کنه، میتونه استفاده کنه. امروزه ما یک اطلاع جدید پخش میکنیم و همه روز اپدیت هم میشه و زمانی که اپدیت شد این قسمی است که همیشه دائمی باقی میمانه. و همچنین یک چیز دیگه که ما مثلا پیش دکتر میریم، از پیش دکتر نسخه میگیریم، گاهی میشه گم شوه، ولی کسایی که از طریق اپلیکیشن آنلاین از پیش دکتر معاینه میگیره، نسخهشون همیشه و وقت معاینهشون همیشه دائمی میباشه در اپلیکیشن. چقدر خوب، چقدر سهولت‌های خوب داره این اپلیکیشن. و اینجا بعضی از تقدیرنامه‌های هدیه جان میشه درباره از این هم معلومات بودی، معلومات کلی را درباره اپلیکیشن گرفتیم. تقدیرنامه‌های از کجا گرفتی؟ در کدام بخش گرفتی هدیه جان؟ خب این تقدیرنامه از مکتب است که در مکتب شاگرد نخبه معرفی شده بودم و تقدیرنامه را مکتب برام داده بودن. بسیار عالی. و بعدیش هم تقدیرنامه از مکتب است که نمرات مکتبم 100% است. این تقدیرنامه از مکتب افق دانش است که در اوجا فعلا استاد هستم، بخش مدیریتش هم ایفای وظیفه کردیم. این سرتیفیکت هم از کورس است که انگلیسی می باشه، کورس انگلیسی بود که رو به تمام رسانده بودم. این سرتیفیکت هم از بریتیش کانسل است که مکتب ما در بین مکاتب اول در مکتب‌های اول هم قرار گرفته بود. این تقدیرنامه تصدیقنامه از بخش ریاضی است که دیپلم گرفته بودم و هم سرتیفیکت از بخش ریاضی است. و یک سرتیفیکت باقی میمونه که شاگرد ممتاز در. چقدر عالی. نام خدا سراسر هدیه جان استعداد است و لیاقت است و چقدر فعالیت‌های خوب داری. واقعا زمانی که ما آغاز خوب را می داشته باشیم که همون مکتب است یا از خانواده می باشه، پایان خوب را هم می داشته باشیم و واقعا که فعالیت های خودت قابل توصیف است و انشالله که موفق شوین شما، کسایی که اپلیکیشن ساختن، کسایی که شما را حمایت میکنن و شماهایی که کار میکنن به خاطر سهولت مردم، همیشه موفق باشین. بسیار تشکر از اینکه به برنامه ما اومدین هدیه جان. پیام دارین به بیننده ها؟ سلامت زنده باشین و پیام ما به بیننده هایی است که بیاین دست به دست هم بتیم کشور خود رو به ترقی ببریم در هر بخشی که باشه. یک وقتی که یک شخصی میخواد یک خلاقیت به خرج بده، بیاین همراه ما همکار باشین تا بتونیم که یک کشور خیلی خوبی داشته باشیم با هم دیگه. بله، بسیار تشکر هدیه جان. قابل افتخار استی بر ما و واقعا خودت هم یک الگو استی بر تمام دختر خانم ها، بر تمام جوانان و امیدوارم که همه جوانان ما حمایت شون و بتونن در کارهایی که اینا فعالیت دارن، در کارهایی که اینا استعداد دارن، همیشه موفق باشن. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه صبح زندگی با اولین گزارش حفیظ جان.